که در لباس مسلمان اما در پیشانیت کفر نوشته باشه بسیار سخت است، خیلی زیاد سخت است. ان الناس کانوا بیااتنا، در صورتی که تکلمهم سخن میگه، معنای تکلمهم سخن گفتن باشه. چی سخن میگه؟ اینیره. ان الناس کانوا بیااتنا لا یقینون. الله متعال میگه امی دابه بری مردم میگه که بسیاری مردم با آیاتای الله متعال یقین نداره. اینی سخن میگه، یعنی مردم کانو هستند بیااتنا، با آیاتای ما، با آیاتای پروردگار ما لا یقینون، یقین نداره. یا ایر الله میگه که اینمی دابه اینطور کلام میگه. و یوم نحشرهم فی کل امت، روزی که جمع میکنیم در هر امت فوجا یک طایفه را ممن از جمله کسایی که یکذبوا بیااتنا، تکذیب آیاتای ما را کرده، دلایل توحید یکتا پرستی یا آیات وحی الله متعال. فهم یوزعون، پسی مردم پابند کرده میشه یا برده میشه برای حساب یا گروه بندی میشه، صف صف جور میشه. حتی اذا جاءوا، زمان تایی که وقتی بیاید الله متعال از پیشتان سوال میکنه، قال میگه برش اکذبتم بیااتی، شما تکذیب کرده بودی آیاتای مرا، ولم تحیطوا بها علما، و شما احاطه نکرده بودی با آیاتای ما علما، علم خدا. تصدیق و تکذیب فرع علم است. یک آدم علم نداشته باشه چطور تکذیب کنه؟ چرا شما براتان آیات ما آمد قبل از اینکه تأمل میکردی، تحقیق میکردی، از علم کار میگرفتی، چرا شما رد کردی؟ ها؟ این رد کردن شما از کجا بود؟ این را باید برای ما بیان کنی. الله متعال میگه یک چیز تعالی را علم نداری و تو رد کرده رایستی، تکذیب کرده رایستی. در روز قیامت الله متعالی سوال از مشرکین میکنه، از کسایی که تکذیب دلایل توحید و یکتا پرستی را کرده. لیکن او ریش سفیدی که در مساجد قبل از اینکه علم حاصل شوه، بالای سنت بودن و نه سنت بودن یک موضوع، زود تکده که میگه که دانی تمیده میکنم دیگه در این مسجد ایمان نبیا که تو را چیسته چریت میکنم. از زیرش سفیدم سوال میکنه الله متعال که چقدر علم داشتی که عملی که جوان انجام داد، در حالی که حالات جوان هم دیدی که به بسیار عاجزی، انکسار، به اطمینان، بسیار برونق درست و زیبایی و خشوع نماز خواند، لیکن یک رفع الیدین کرد یا امین بزرگ گفتی که چریت میکنم. چرا این تکذیب کردی قبل از اینکه علم حاصل شوه؟ الله سرزنش میکنه این مردم ها را، بالای چی؟ ملامتشان میکنه که علم تا حاصل نه و تکذیب میکنه. چرا علم حاصل نیست تکذیب؟ پکره نمیشناسی میگی که از کار نیست؟ ندیده ایشه که گفت که از کار نیست؟ وقتی که اینجا گرمی شد کلگی چشمش بالا ده پکه مونده بود که کی چالان شوه. علم حاصل شوه بعد زورت کو. و وقال اما ذا کنتم تعملون، اما ذا کنتم، یا شما کجا بودی تعملون که عمل میکردی؟ اینجا مراد تحقیق میکردی، روی تحقیق عمل میکردی. شما کجا بود؟ کردی کدام کاوشه، کدام کوششه؟ بیش سفیدی بیچاره در کل عمر معنای کلمه لا اله الا الله را سوال نکردی از مولا. الله اکبر معنای یاد نداری، لیکن دلت کردنی مردم امر کرده میتونی. باز جواب بگو به الله متعال تو چی کرده بودی؟ و وقع القول علیهم، واقع میشه فیصله عذاب الله بالایشان، بما ظلمو، به سبب ظلمشان که علی شرک است. فهم لا ینطقون، پسی مردم سخن گفتن نمیتوانه، عذر پیش کرده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که کارهای غلط انجام داده که دیگه عذرا مزرا را کلش از بین برده. الم یروا انا جعلنا اللیل، یا نمیبینه این مردمان چرا زود تکذیب میکنه قیامت توحید الله متعال؟ آیا نمیبینه انا جعلنا اللیل که گردانیدیم شب، لیسکنوا فیه که یا سکونت بکنه، آرام بگیره در شب، به خاطر که تاریک است. مردم ها کلگی در لانه ها و آشیانه های خود رفته، در جای خود یک دم سکوت حکم فرما شده، سری نظام دنیا آرام و سوده خواستی. اینطور نیست که تو خو باشی دمی چاشتی روز. مستری صاحب یک موتورسیکل داره، یک موتورسیکل یک دفعه چی میکنه؟ مچم چالان میکنه، آنقدر غرس میکنه که کلل پشته کلش بیدار میکنه.
او هم بازی طور نمیکنه که دوره میزنه که چالان میکنه غر غر. دنیا در خواب باشی مانده زله از خواب بیدارت میکنه. نه الله متعال شب تاریک پیدا کرد که کلگی از کار مصروفیت چی شوه منصرف شوه بره در جایگاه خود. لیسکنوا فیه که مردم دو قرار بگیره راحت حاصل کنه آرام بگیره. و النهار پیدا گردانید الله متعال روز مبصرا که سبب بینشی مردم میشه هر چیز میبینه به خاطر که کسب معاش بکنی. تو نمیبینی که کلش در قدرت الله متعال است. تاریکی بعد از او روشنی میاد، روشنی بعد از او تاریکی میاد. اینطور نیست که دنیا برای خود فنا نداشته باشه دیگه دنبال خود داری دیگه نداشته باشه. این فی ذلک یقینا در تغییر و تبدیل شب و روز لآیات دلایل خیلی بسیار است لقوم یؤمنون برای قومی که در صدد ایمان آوردن است. کسی که روشنی ایمان در قلبش میتابه او از این کائنات الله بسیار استدلال قوی میگیره. هر حرکت چی دلیل قدرت کی میشماره؟ دلیل وحدانیت الله متعال میشماره. و یوم ینفخ فی الصور روزی که دمیده میشه در سور ففزع مضطرب و پریشان میشه هیبت زده میشه من کسی که فی السماوات در آسمان هاست و من فی الارض در زمین است. کل هیبت زده میشه ملک انسانا کلش الا من شاء الله مگر کسی را که الله خواسته. ده استثناء کی هستن که الله خواسته؟ بعضی مفسرین میگه شهداست، کسایی که در راه الله جان شیرینی خود قربان کرده. کل مردم در حالت هیبت است، شهید در کسیش نیست. چرا در کسیش نیست؟ به خاطری که بزرگترین نعمت که وجودی خودش است او را قربان دینی کی کرده؟ چرا بترسه؟ یک آدم که فداکاری کرده باشه میترسه؟ نمیترسه. بعضی مفسرین میگن نه مراد از انبیاء علیهم السلام است. انبیاء علیهم السلام الله مستثنا کرده هیبت زده نمیشون. دو سوم قول است که نه ملائکه است، خصوصا 4 ملک جبرئیل میکائیل اسرافیل ملک الموت. دیگه قول از مفسرین است که عام مؤمن است، عام مؤمنه. امام شوکانی رحم الله میگه کلگی گرفته شوه هیچ مضایقه این نیست. هم 4 ملک هم شهدا هم انبیاء علیهم السلام هم عام مؤمنا. الله مطور کنه که ما عبادت زده خو نشویم. و کلنا توحد آخرین تمامی میآید به سوی الله متعال. در دنیا هر کس اختیار داده بود که در مسجد میری نمیری، سجده میکنی نمیکنی، نماز میخوانی نمیخوانی، روزه میگیری نمیگیری، اختیارات مجازی را الله برات داده به خاطر امتحان. روز فرا میرسه که بیچاره اگر سجده را یاد نداشته باشی سجده کنی، رفتن یاد نداشته باشی بروی. و کلنا توحد تمام کائنات تمام چیزا میآید پیش الله متعال داخرین در حالی که عاجزی کننده است، عاجزی میکنه. فزع و صعق مفسرین اختلاف داره که سور 3 دفعه دمیده میشه یا 2. بعضی 3 دفعه میگه فزع علیده، 1 دفعه سور دمیده میشه که مردم وحشت زده و هیبت زده میشه. 2 دفعه دمیده میشه که او صعق میگه کلگی میمیره. 3 دفعه دمیده میشه که کلگی از قبرها. بعضی مردم ها 3 دفعه کرده لیکن 1 دفعه دیگر قطعش حساب کرده. 2 اوله که سوری فزع و صعق سوره یکی گرفته، سوری که پس از قبرها میخیزیمی 2م، 3م سوری جمع شدن که کلگی پراگنده در هر جا جمع میشه. لیکن این قول بعضی محققین علما ضعیف میدانه. چرا که جمع شدن و از قبرها برخستن چی است؟ در 1 مرتبه است. او بعضی میگه که نه 2 سور است. 1 سور است که در اول مرحله که دمیدن شروع میشه کلگی هیبت زده میشه که تا آخر میشه کلگی چیست؟ میموره. 1 سور است. 2 سور چیست؟ پس زنده شدن است، از قبرها خستن. و ترى الجبال تحسبها جامدة، تو میبینی مخاطب این کوهایی را تحسبها که تو گمان میکردی جامدة که به جای خود استاد است، از جای خود شور نمیخوره. لیکن روز قیامت و هی تمر مر السحاب، این میره و دعوا بالا میشه به مثل تیر شدن و رفتاری ابرها
مثل که ابرهای کلان میبینی که بادا ورداشته باشه میبرشه. کوها را میبینی که با اینمی قدر استقامت یا ده هوا بالا شده و مکمل میروه. یک ترجمه است. دوم ترجمه و تر الجبال تحسبها جامدتا، تو میبینی کوها را که گمان میکنی که البته در جای خود است، در حالی که او در جای خود نیست بلکه از جای زائل شده، لیکن تو نمیفهمی. و هی تمر مر سحاب، و او میروه میتور به مثل رفتن چی؟ ابرهای کلان. ابرهای کلان واری در حالت رفتار میباشه. صنع الله الذی، اگر تو بگویی که چه قسمی چیزای محکمه، الله متعالی طور در حالت حرکت در میاره. الله جواب میده صنع الله الذی، ساختار او الله است. اینمی ساختار او الله است. اتقن کل شیء، که استوار ساخته، محکم مستحکم ساخته، تمام چیزا را مناسب به حکمت در ابتدا و آغاز. اینمی قسم بعد از یار از جایشان بی جای میکنه، در حرکت میاره. انه خبیر بما تفعلون، الله خبردار است با آن چیزی که شما انجام داده. 6 حالت امام قرطبی رحمه الله ذکر کرده از کوها را که در قرآن کریم ذکر شده. اول حالت کوها را ذکر کرده، یک یا ریزه ریزه میشه، پاش میشه. دوم حالت به مثل پشم نداف شده. سوم حالتش هبا منصورا، گردی که در هوا پراگنده شده. چهارم حالتش نصفا، که تیت میشه، گرد یک دم جمع میباشه باز تیت میشه. پنجمش اینمی طور به مثل چی واری جور میشه؟ ابرها واری که در حرکت است. ششمش سراب جور میشه که تو گمان میکنی جلس مثل آب واری، حقیقتا این چیز نیست. من جاء بالحسنة، کسی که آمدن میکنه به نیکی، فله برای ازو خیر منها، بهتر است از این نیکی کده. اشاره مراد از حسنه عمل صالح است. الله به بهتر ثواب آمدن میکنه. یک عمل نیک ادناترین درجه ثواب ده چند، اگر در اون نیت اخلاص در جای مناسب مصرف شده باشه، عمل نیک انجام داده باشی، تفاوت به اعتبار تفاوت اخلاص و عمل کرد و کارکردگی و قابلیت و منفعت زیاد داشتن، این تا 700 درجه، بلکه از 700 درجه هم اضافه میشه. پس معلوم شد که مراد از حسنه عمل صالح او خیرون اسم تفضیل دوالی خود است، یعنی بهتر ثواب الله متعال از زمین حسنی تو میده که چند جور میشه. بعضی مفسرین مراد از حسنه کلمه لا اله الا الله را گرفتن. کسی که آمدن کده که اساس و بنیاد نجات یک انسان در آخرت امی کلمه عقیده توحید و یکتا پرستی الله متعال است. کسی که آمدن کنه به این کلمه عقیده توحید الله را یاد داشته باشه، باور داشته باشه که غیر از الله متعال کسی حق عبادت نداره، فله خیر منها، پس برای ازی بهتر ازیست. باز خو از کلمه کده بهتر دیگه چیز نیست. مفسرین نوشته میکنه اینجا خیر منها من اجلی است، یعنی علتی است. اینطور میگه فله بهتر منها از وجه می کلمه الله برش بهتر چیزا داده را است. علت دادن بهترا کی است؟ امی کلمه است. لیکن قول راجی است که حسنه عمل صالح است. و هم من فزع یومئذ آمنون، اینمی مردم ها از عیبت امی روز بالکل به امن می باشه. عقیده توحید الله سبب نجات انسان از چیست؟ هیبت زدگی و وحشت زدگی میشه. از او خاطر توحید الله را نداشتی، در بدر خاک بسر استی. و من جا بسیئات، کسی که آمدن میکنه بسیئات به شرک. عام محققین مفسرین شرک گرفته، بعضی عام گرفته مطلقی گناه. اگر مطلقی گناه بگیریم خیر چی طور در آتش یا میمانه؟ همیشه نه، مطابق گناه خود میمانه. فکبت وجوههم، سر نگونسار کرده میشوند، وجوههم رویهایشان فی النار، در آتش، بر روی میفتند در آتش. اگر سیئه مراد است به شرک باشه بالکلی کافر دائمی است. اگر مراد است سیئه گناه باشه دیگه این مؤمن است، مطابق گناه خود عذاب میبینه. هل تجزون، داده نمیشه پاداش الا ما کنتم تعملون، مگر آن چیزی که تو انجام داده خوب یا خراب، همون چیز برات داده میشه. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، الله متعال پیغمبر علیه السلام اعلان میکنه برنامه دعوتی تا به مردم آشکارا بساز
به خاطر که مردم دیگه توقع نداشته باشه که تو بازم منصرف میشی از دعوت خود، خامخا قطعی از یاد بعضی برنامه ها شریک میشی. مولا که عقیده توحید بیان کرد، حالی از موقف خود نگرده که سبا روز بستم و بدعتا مبتلا شود. به خاطر از اینکه دندانی تمی از واره بکنه از خود پیغمبر علیه السلام، که دیگه اون مردم توقع نداشته باشه که پیغمبر قطما موافق میشه. الله به پیغمبر خود میگه اعلان کو انما امرت، یقینا ما مامور شده من نعبده که عبادت کنم کی را؟ رب هذه البلده، پروردگار مالک متصرف این مکه را که در بین زمینا سرزمینا یک مقام خاص داره. الذی امو بلده مراد از پیش بلد می باشه، از خاطر صفتش همیشه مذکر میاد. الذی امو شهر حرمها که محترم ساخته او را، یک مانا، یا حرمها که حرام ساخته، تجاوز کردن تعرض کردن در او شهر. وله کل شیء، و خاص در اختیار الله متعال است تمام چیزا ملکیت ها. اینه چرا میگه؟ به خاطر که اگر توی اعلان میکنی که من فقط یک رب پرستش میکنم، مردم از پیش مخالف میشه، تو محاصره اقتصادی میشی، باز چیز پیدا نمیتونی، برای خوراکت راهت بند میشه. چرا تو این طور اعلان اگر بکنی؟ الله میگه برش بگو که له کل شیء، در اختیار الله است تمام چیزا. و امرت ان اکون من المسلمین، مثل که مامور به ایمان شدم که تعلق به باطن داره، در ظاهرم بعد من تسلیم باشم. مامور شدم که باشم از جمله فرمان بردارا، هم در عقاید هم در اعمال. دیگه بگو و انا اتلو القرآن، این قرآن هم میخوانم، در کلی مردم تبلیغ میکنم، منهج بیان کرده رایستم. پیغمبر اعلان میکنه برنامه تبلیغی ما تلاوت قرآن است، فضایل اعمال نیست که حدیث های موضوعیم داشته باشه. برادرای تبلیغ ما اینجا دوره تفسیر بکن، باز پسان چی تو کی خلاص کردی؟ رانیزده شی تعلیم کی رانیزده شی پیش بیا که تعلیم میشه. این هیچ تعلیم نمیگه دوره خوراره، قرآن هیچ کتاب نمیدانه. از او خاطری نقصانات در بعضی گروه ها می باشه، هیچ گروه بی نقصانات نیست. این همون نقصانات گروه برادرای تبلیغی باست که نقصانات داشت می باشه. لیکن قرآن میگه برنامه پیغمبر الله میگه و پیغمبر خود اعلان کو و نتلو القرآن، که من تلاوت میکنم قرآن کریمه برای از که در گوش شما برسه، از آن چیزی که قرآن برای شما پیام داره او براتون برسه، حجت تمام شوه. خلاص پیغمبر با خاطر از این مکمل وقت خود وقف کرده بود برای مردم قرآن میشنوان، در بیله ها میرفت، از همون خاطر جنیات در عکاس که میرفت نماز صبحی یا گیری کردن پیغمبر علیه السلام. از او خاطر قرآن یکی از جمله وظایف و حقوق قرآن کریم همیسته، وظیفه مسلمان و حق قرآن کریم. قرآن تلاوت بکو، حق دومش معنایش بیان کو، حق سومش احکامش عملی کو، حق چهارمش دیگران را دعوت بده، حق پنجمش که اول میاد ایمان داشتن به چی؟ کتاب الله. فمن اهتدا، ما برنامه می نمیسته، چیزی که واسم میرسه ایرا ادامه میدم، از کسی راست ترس ندارم. خلاص این برنامه مست مسلسل پیش میبرم. آل دیگه این خو وظیفه ما بود، آل نوبت شما میرسه جنابا که چی میکنی در برابری دعوتا. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسی، کسی که راهیاب میشه بعد از تبلیغ احکام قرآن کریم، آیات قرآن کریم، فانما یهتدی، یقینا راهیاب شده، لنفسی که فایده ثمرش برای خودش است. و من ضل، کسی که گمراه میشه از هدایت قرآن کریم، فقل برش بگو که انما انا من المنذرین، من دیگه تصرف ندارم، کارساز نیستم که یک آدم به زور سرش عقیده را بقبولانم. من از جمله کسایی هستم منذرین که با بسیار کمال شفقت شما را از عذاب الله بیمیدم. اینی وظیفه ماست. و قل الحمد لله، پیغمبر علیه السلام بگو که کل صفتای کمال برای کیست؟ صفتای کمال مرجعش به دو صفت میشه، قدرت کامل، علم محیط. علم محیط و قدرت کامل. بگو الحمدلله، ستایش برای الله است، قابلیت ستایش الله متعال است. چرا الله متعال قابلیت ستایش است؟ به خاطر که مرد چی کرده؟ نبوت داده و قرآن بخشش کرده،
و بعد از او توفیق تبلیغ ازیره برای من نصیب کرده. اینی را از او خاطر حمد الله و سپاس الله گفته شد. سیوریکم آیاتی، زود است که الله متعال مطابق حکمت خود نشان بده شما را آیاتی علامت قیامت خود یکی، یا آیاتی دلایل توحید و یکتا پرستی خود دیگه هم. فتعرفونها، پس در وقت باز خوب میشناسه. چرا که قیامت واقع شد خوب میشناسه شد، لیکن اون وقت این معرفت هیچ کدام فایده نداره. و ما ربک بغافل عما تعملون، یعنی صرف اکتفا به نشان دادن علامات نمیکنه الله متعال، بلکه کسایی که کار کردگی در دنیا کرده الله بدل و عوض میده. این مردمایی که ضد و دشمنی کرده. و ما ربک، نیست پروردگار تو بغافلین بخبر اما تعملون، از آن چیزی که شما انجام داده. خب انجام داده یا بد، مطابق از او عوض و بدل براتان داده میشه.